خداوند اگر نگاه به نیت تو کرد که از تجارت چه قصدی دارید، نان خود و حلال خود و زن و بچت بدی که دستت پیش کسی دراز نباشه، گوشت صورتت و آبروت نریزه، این عبادته. دیگه نگاه به دل دومت میکنه، چون انسان چند تا نیت داره. از یک تجارت انسان میتونه چند نیت خیر داشته باشه. این که خودش بیکار نباشه، این که درآمد حلال کسب کنه، که خودش درآمد حلال و تلاش حلال برای کسب مال حلال خودش یک عبادته. این که لقمه‌ای تو دهن زن و بچهش بگذاره که دوباره خودش عبادته. این که با همین مال حلال بچهش بفرسته دانشگاه، بفرسته مدرسه دینی که دوباره خودش یک نعمته. تا اینجا نیتهایش همه از کار کردن حلال و تجارت خانواده خودشه. اما نیت بعدی که بازم میتونه از یک کار انسان چند نیت خیر داشته باشه، اینی که اگر خدا تو این لنج بهش خیلی داد، برکتی داد، رزق و روزی داد و از حد خودش و خانوادهش اضافه بود، مسجد لازم داره مسجد آباد بکنه، مدرسه دینی لازم داره مدرسه دینی آباد بکنه، یتیمی در جامعه هست که کسی حمایت کننده نداره و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه، و من با کسی که یک یتیم رو در دنیا کفالت بکنه، اون یتیم بی پدر و مادر را چون فرزند خودش به فرزندانش اضافه بکنه و حمایتش بکنه تا به خانه منزل برساند و رو ایمان و اخلاق و تقوا و علم و دانش و ادبش کار بکند. میگه من با کفالت کننده یتیم مثل این دوتا انگشتم در بهشت با هم هستیم. یک یتیم میتونه تو رو به بهشت ببره، نه اون لنجت که خیرش نمی کنی. یک یتیمی که دمپایی نداره، لباس درست حسابی نداره، از کنارش رد میشی، اعتنایی بهش نمی کنی. پیامبر گفته کافیه که دستی به سر همین بکشی، از تجارتت و لنجت یک یتیم و زیر پوشش بگیری. گفته کافیه که این همین بچه یتیم بی پدر و بی کس و محروم تو رو بیاره تو بهش کنار من بگذاره، مثل این دو تا انگشتا که نزدیک همه. چرا بی تفاوت میگذاریم؟ یه لنج به دو تا لنج، دو تا لنج به سه تا لنج. کجا میخوای بری؟ قرار شده ما لنجامون توسعه بدیم یا ایمانمون توسعه بدیم؟ لنجی که به درد ایمانمون نخوره، لنجی که به درد اسلاممون نخوره، لنج و تجارتی و مغازی و ماشینی که به درد جامعه ما نخوره، مالی که به درد آینده مسلمین نخوره، برای تقویت ایمان و رشد ایمان و علم و دانش به درد جامعه نخوره. توسعه این لنج ها غیر از این که رو تابه بیستی، دمپایم از پاد در آوردن، روز قیامت تابه داغ زیر پاد میگذارن، میگه حالا پول جاشوها درست دادی، حساب جاشوی اینجا باید بکشی، اینجا که کسی نیست که تو رو محاسبه بکنه، ماشین حساب دست خودته. اگر پای درد دل جاشوها انسان بنشینه، از حد کنارک و چابهار تا جزیره شیف گوشه. ما دلمون خوشه که لنج داریم، ولی جاشو چی میگه؟ ملوان صیاد چی میگه؟ اون کسی که خدا حامیشه به تو لنج داده، روزی اونها تو لنج تو گذشته، یعنی خداوند به تو احترام قائل شده، گفته من این لنج میدم که 10 تا خانواده نون بدید، نونشون تو لنج تو میذارم، ولی اگر ندادیشون نون خودتا میبرم. خداوند گفته بده تا بدم، 1 تومن 700 تومن میدم، بده تا بدم. نترسید، دریای خدا پره، اما زیر همین آبهایی که حبور هست میگو هست که طلای دریاست. میگو طلاست، حلوا طلاست. کی باور میکرد که یه روزی حلوا سفید برسه سنگ 60,000 تومن، میگو برسه سنگ 70,000 تومن، 80,000 تومن؟ کی باور میکرد؟ رسیده. حبور کیلو 2,000 تومن، 3,000 تومن. خدا نکنه که یک روز هوا طوری بشه، طوفانی یا سرما بشه که لنجا نتونن برن سیر و سیادی، بازار ماهو فروشی خون مردم رو میمکن با همین حبوری که تو یخچال زدن.
حبوری که بعضی موقع دانه 400 تومن و 300 تومن و یک دونه حبور 3 کیلویی بعضی موقع میرسه 400 تومن 500 تومن 700 تومن. اینا بعضی موقع تو هوای سرمای شدید تو یخچال گذاشتن در بیارن، هوا طوفانی بشه لنجا نرن، کیلویی 3000 تومن به مردم قالب میکنن. خصوصا حالا که دیگه مرغ هم چه مشکل پیدا کرده. رسیده، حالا که رسیده چه کار باید کرد؟